سلام بچه ها، به چنل آموزش طراحی خوش اومدید. قراره که توی این کانال 0% طراحی رو به صورت رایگان شما یاد بگیرید. داخل این ویدیو هم قراره 0% این چشم رو به همراه طراحی ابرو بهتون آموزش بدم. پس حتما ویدیو رو تا انتهاش ببینید. برای طراحی چشم اول از همه یه دایره بزرگ میکشم و یه به علاوه وسط این دایره رسم میکنم برای کشیدن عنبیه و مردمک. حالا ما 4 تا مربع داریم که مربع سمت راست پایینی رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. قسمت بالایی رو دوباره به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. اینجا محل رسم کیسه اشک چشم بچه ها، همون قسمت جلویی چشم. دقت کنید که باید زیر این خط افقی باشه. به مدلمون نگاه کنی، انگار ما یه خط افقی رسم کردیم از وسط این عنبیه و چشممون که کیسه اشک چشم زیر این خط باید قرار بگیره. انتهای چشم هم، گوشه چشم هم یه کوچولو پایینتر از این خط قرار میگیره و در بعضی از موارد هم روی خط قرار میگیره. کلی اگر بخوام بگم که شما دقت بکنید که آیا درست کشیدین یا نه، انتهای چشم باید از کیسه اشک چشم کمی بالاتر باشه. برای رسم لثه های داخل چشم هم خطوط رو همون خطوط اولیه که کشیدین رو یه خطوط دیگه هم انگار در موازات همون خطوط از داخل چشم شما میکشید که میشه لثه، قسمتی که توش موژه رویده میشه. خط پلک بالایی رو هم با یه فاصله ای رسم میکنیم که قسمت وسطش یه کوچولو فاصلش نزدیکتره و از قسمت اول و انتهاش یه خورده فاصله بیشتر میشه. برای کشیدن ابرو هم که در موازات همین ابتدا و انتهای چشم دو خط رو امتداد میدیم و ابرو رو رسم میکنیم. اگر دقت بکنید خط ابتدایی اول که من کشیدم یه خورده مورب شده، به خاطر اینکه ابتدای ابرو همیشه جلوتر از ابتدای چشمه. ابروها پس از ابتدای چشم یه خورده جلوترن. خب وقتی که طراحی اولیه‌مون تموم شد، میایم اون خطوطی که کار کردیم با پاک‌کن خمیری کم رنگ میکنیم طبق مدل که دارید میبینید و بعد شروع میکنیم به تیره کردن قسمت‌های خیلی تیره. برای مثال این قسمت زیر موژه ها که میشه قسمت بالای مردمک همیشه تیره است. حالا اینکه شما کجاها رو دقیقاً تیره کنید و کجاها رو روشن بذارید بستگی به مدلتون داره. از روی مدلی که دارید کار میکنید میتونید اینها رو دقیقاً نگاه بکنید. حالا اگر مدلی ندارید، طبق اصول همیشگی ما میدونیم که قسمت بالایی مردمک یا همون قسمت بالای عنبیه تیر است. داخل مردمک کاملا تیر است. تیره ترین قسمت ها هم هستش بچه ها. شروع میکنیم به کشیدن طراحی های داخل این عنبیه، خطوطش رو رسم میکنیم. فعلا برای اینکه تیرگی ها رو از روشنایی ها جدا بکنم خیلی کم رنگ هاشور میزنم و کم کم مرحله به مرحله این هاشورها رو تیره تر و تیره تر میکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو اومدید. اگر ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بود حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. هر کجا از قسمت ویدیو رو متوجه نشدید یا خیلی سریع من رد شدم از اون موضوع توضیح دادم، شما میتونید ویدیو رو استاپ بکنید یا برگردید عقب و مجدد نگاه بکنید و طبق مدل طراحی بکنید. بچه هر سوالی هم داشتید حتما توی کامنت ها از من بپرسید، من همه کامنت ها رو جواب میدم. خب ببینید بچه ها، برای سایه زدن مدلمون همونطور که گفتم خیلی آروم و پیوسته هاشور بزنید دقیقا جاهایی که خیلی تیره هستش رو. خب معمولا زیر ابروها هم کاملا تیره هستش، پس باید یک سایه‌ای حالا اون قسمت ها رو بزنید یا همون هاشورها رو بزنید. بعد میتونید این سایه ها و هاشورها رو با دستمال کاغذی محو بکنید و لایه به لایه همین سایه ها رو تکرار بکنید. خب اینجا خیلی توضیح خاصی نداره، بر همون من کمی سرعت ویدیو رو بیشتر میکنم. هاشورها رو فقط باید تکرار بکنید. ببینید مردمک چون تیره ترین قسمته، من دوباره میام خیلی آروم بچه این کار میکنم. فشار دستم خیلی زیاد نمیشه ها، فقط دارم تکرار میکنم، یعنی با تکرار من تیره میکنم. اگر فشار دستتون زیاد بشه بافت مقوا خراب میشه و اگر بخوایم از کنار به مدلمون نگاه کنیم میبینیم که یه حالت فشرده ایجاد شده و
اصلا کارمون طبیعی و قشنگ نمیشه. پس فشار دستمون کمه و ما فقط با تکرار این تیرگی رو ایجاد میکنیم. این ابیه رو بعد از اینکه چندین بار من تیرگی هاشو تکرار کردم و به تیرگی دلخواهم رسید، قسمت روی نورش رو چند تا تار موژه میکشم که انعکاس موژه ها رو نشون بدم و بعد همینطوری که میبینید طبق مدل هاشورا رو تکرار میکنم تا ببینید اینجا بچه ها من از براش استفاده کردم و محو کردم. شما میتونید با دستمال کاغذی این کارو بکنید، با محو کن این کارو بکنید، خیلی فرقی نمیکنه. و بعد شروع میکنم به کشیدن تارهای موژه. دقت کنید حرکت دستم و بچه ها به صورت پرتابی من موژه ها رو میکشم. قسمت وسط این لثه چشم موژه ها رو ببینید حالتش رو به سمت بالا هستش. ابتداش به سمت راست و انتهاش به سمت چپ هستش. برای کشیدن ابرو هم ببینید توی چه جهتی من دارم تارهای مو رو پرتاب میکنم. نکته‌ای که مهمه اینجا اینه که تارهای ابرو خیلی کوتاه نباشه. تارهای ابرو ببینید بچه‌ها کشیده و بلنده. ابتداش به سمت بالا و انتهاش هم توی جهت‌های خودشه. حالا توی ویدیوهای بعدی من سعی میکنم که آموزش ابرو رو به صورت تکی هم بذارم که شما بیشتر و بهتر متوجه بشید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. بقیه آموزش‌های توی چنل رو از دست ندید. ممنون از حمایتتون. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.